به فکت پادکست خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد گروه آنانیموس صحبت کنیم. گروهی هکری بزرگ که هر کار یادشون برمیاد. آنانیموس یه گروه هکری همونطور که میدونید و معمولا علیه یک نفر، یک دولت یا یک سازمان یا یک مؤسسه حملات سایبری انجام میده. این داستان آنانیموس اصلا از کجا شروع شد میخوایم بدونیم. اگه یادتون باشه از انجمن‌های چت آنلاینی که وجود اومده بود، یه وبسایت اجتماعی آنونیموس اگه یادتون باشه تو سال 2003 تأسیس شد، آغاز شد. تو روزهای اولیه وبسایت کاربران اغلب شوخی‌های گروهی به نام حمله یا رید رو سازماندهی میکردن و به چتروم بازی‌ها و سایر جوامع آنلاین هجوم می‌بردن. فورچن بعد از اینکه منتقدانش اومدن اعتراض کردن که شرکت کنندش رو آزار و اذیت میکنن، شروع کرد که این حملات رو سرکوب کنه. یه جنبش غیر متمرکز از سوی کاربران که هم فکر با هم شده بودن، هم متحد شده بودن که روی چتروم‌های رمزگذاری شده برای برنامه‌ریزی اختلالات آنلاین ارتباط برقرار می‌کردند. اولش این برنامه فقط برای سرگرمی بود، اما کم کم شروع شد به چرخش حول محور اهداف اجتماعی. اعضای آنانیموس گاهی اوقات می‌توانند با استفاده از ماه‌های گای فاکس ماسک چی میگفتن نمیدونم کلمه رو چیز میشه از ماسک های گای فاکس در ملع عام ظاهر شوند. برخی از آنها نیز تصمیم میگیرند صدای خود را از تغییر دهنده های صدا یا برنامه های تبدیل متن به گفتار پنهان کنند. در شکل اولیه خود این مفهوم توسط یک جامعه آنلاین غیر متمرکز پذیرفته شد که به طور ناشناس و به شیوهی هماهنگ عمل میکرد. معمولاً به سمت یک هدف کاملا مورد توافق حرکت میکرد و عمدتاً بر سرگرمی متمرکز بود. کم کم از سال 2008 یه عالمه اعتراض و شوخی ها و حک و پشت حک کلیسای ساینتولوژی را هدف قرار میدادند. گروه آنانیموس به طور فزاینده‌ای در سطح بین‌المللی شناخته شد. پس تا اینجا رفتیم که از سال 2008 با حک کلیسای ساینتولوژی آنانیموس کم کم شناخته شد. میخوایم بدونیم که اصلا فلسفه و اهدافش چی بود. به طور کلی گروه آنانیموس مخالف دولت‌ها و شرکت‌هایی که به نظر آنها در سانسور یا ترویج نابرابری نقش دارند. از آنجایی که گروه غیر متمرکز است، هیچ ساختار یا سلسله مراتب واقعی ندارد. بنابراین اغلب بحث‌های داخلی زیادی در مورد اینکه کدام ایده‌ها یا دلایل حمایت شوند وجود دارد. تو سال 2019 یه توییتی پین شد تو توییتر که باز هم ادعا می‌کند که به عنوان کل گروه صحبت نمی‌کند. اعضای آنانیموس را ببخشید دیگه صدام دارم تو گروه به عنوان مردم طبقه کارگر که به دنبال آینده‌ای بهترند توصیف می‌کنه. این مطالب اصول آنانیموس را به عنوان آزادی اطلاعات، آزادی بیان، پاسخگویی برای شرکت‌ها، دولت‌ها، حریم خصوصی و ناشناس ماندن برای شهروندان خصوصی بیان می‌کند. گروه آنانیموس همیشه شعاری داره: ما ناشناس هستیم، ما لژیون هستیم، ما نمیبخشیم، ما فراموش نمی‌کنیم، از ما انتظار داشته باشیم. از سال 2008 اعضای آنانیموس لیست بلندبالایی از احزاب را هدف قرار دادند. در اینجا به تعداد محدودی از آنها اشاره می‌کنیم: وزارت دادگستری ایالات متحده و FBI، پیپال. دلیل پیپال این بود که پس از اینکه اجازه نداد کمک‌های مالی به ویلیکس و بنیانگذار جولیان آسانج انجام شود. وبسایت‌های دولتی در تونس، مصر و سایر کشورهای خاورمیانه، دیکتاتوری کره شمالی، داعش،
دولت هنگ کنگ به دنبال سرکوب معترضان توسط پلیس، سازمان ملل به دنبال سکوت در مورد وضعیت تایوان، پلیس آمریکا پس از کشته شدن جورج فلوید و شروع جنبش بلک لایوز متر در سال 2020. وبسایت‌های متعدد دولت روسیه به دنبال حمله به اوکراین. طوری که دقت کنین آنونیموس کارهای اشتباه رو محکوم میکنه. البته اشتباه که چی بگم، کارهایی که برخلاف بشریت باشه، برخلاف انسان دوستی باشه. آنونیموس یه سری حامیان و خب طبعا یک سری منتقدانی داره. تو سال 2012 مجله تایم آنونیموس را به عنوان یکی از 100 فرد تاثیرگذار جهان معرفی کرد. امروزه میلیون‌ها نفر اکانت‌های رسانه‌های اجتماعی را وابسته به این گروه هکری را دنبال می‌کنند. جرمیا فاولر که یکی از بنیانگذاران شرکت امنیت بود به CNBC گفت که حامیان آنونیموس احتمالاً این گروه را تا حدودی یک رابین هود سایبری می‌دانند، یعنی که واسه مردم تلاش می‌کنن. خب می‌دونن که دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند را به نام اهداف عمومی هدف قرار می‌دهند. فاولر گفت شما اکنون می‌خواهید اقدام کنید، اکنون عدالت می‌خواهید و من فکر می‌کنم گروه‌های مانند آنونیموس این رضایت فوری را به مردم می‌دهند. اما آنونیموس قطعا معتقدانی هم داره. منتقدان بسیاری بر این باورند که تاکتیک‌های هوشیارانه این گروه افراطی و بالقوه خطرناک است. در سال 2012 آژانس امنیت آنها را تهدید برای امنیت دانست. ممنون از اینکه ما رو حمایت میکنید. سابسکرایب کنید لطفاً، لایک کنید اگه خوشتون اومد البته، و زنگوله رو بزنید. و بچه‌ها ببخشید کمی تو چون تازه شروع کردیم.